هی چطور چه خوش اومدیم به این ویدیو. زبرنده هستم و قرار میدم دیگه بریم در مورد تو برادری که بعد از گوش دادن به یه آهنگ خودکشی میکنن که معمولا نه تنها تخته ندارن بلکه کلا چارچوب ندارن این کارو انجام دادن، ولی خب فازشون رو درک ولی خب داستان در مورد ایناست که خیلی هم ترسناک عجیب غریبه از نظر من، ولی خب شاید خیلی جو دارم الکی میدم ولی خب شاید ترسناک باشه که خیلی هم باحاله و خیلی هم کوتاه. که اگر از اینجور ویدیو خوشتون میاد ترسناک ویدیو جن و ایلومیناتی و کلا اینجور چیزا حتما کانال سابسکرایب کنید تا چه فالو کنید دکمه زنگ پایین و لایک ویدیوتون نره بریم که ببینیم که این چیز خلا چیکار کردن. گروه موسیقی جوداس پریست اگه اشتباه نکنم یکی از موفق ترین گروه توی سبک متاله که خیلی هم پرطرفدار فکر کنم هستش و یکی از چیزایی که این گروه داشته حواشی، یعنی این گروه حواشی خیلی زیادی داشته که یکی از اونا مربوط آهنگه که اینجا اسمش هم میاد، حوصله خوندنش ندارم، فکر کنم Better by Better Than Me اگه اشتباه نکنم، که داستان مربوط به این دو کلا این موزیکی از این گروه خوانندگیه. داستان از این قراره که دو تا برادر که داشتن این موزیک رو گوش میدادن یهو به سرشون میزنه که شاتگان رو بگیرن و بزنن خودشون رو بکشونن، که برادر بزرگتره میمیره ولی کوچیکتره زنده مونه با صورت خیلی داغون که عکس برادرش اینجا میاد و اون برادر کوچیکه هم عکسش الان میاد رو صفحه که واقعا خیلی داغون صورتش و با این قیافه داغونش سعی کردن از گروه موسیقی جوداس پریست اگه اشتباه نکنم که اسمای سختی دارن خارجی‌ها شکایت کنن، ولی خب متاسفانه موفق نشدن. و برادر کوچیک داخل دادگاه اینطور توضیح میده که وقتی ما داشتیم مثلا با اون یکی برادرم آهنگ گوش می‌کردیم یه دفعه به سر این آهنگو بلند میکنه و یه دفعه یه صدایی توی آهنگ میگه که همین الان انجامش بده یا این کارو انجام بده و میگه ما هم چیزهول بودیم همون موقع تفنگ گرفتیم و این کار رو انجام دادیم و اونم خب یه تختشون که نه کلا چارچوب ندارن به هم دیگه شلیک میکنن با گوش دادن این آهنگی که واقعا فازشون رو درک نمیکنم و برادر بزرگتر میمیره ولی برادر کوچیکتر زنده مونه که بعد از 2 سال فکر کنم اووردوز میکنه و در اثر اووردوز شلاب. و این هم بود از این ویدیو. میدونم ویدیو فکر کنم خیلی کوتاه شد ولی خب متاسفانه من این چند روز خیلی درگیر یه سری کارام اصلا وقت نمیکنم برسم بهشون و امیدوارم همینم براتون کافی بوده باشه. سعی میکنم هر روز ویدیو بذارم، البته 2-3 ماه هر روز داریم ویدیو میذاریم پرهم شدیم ولی خب در کل دیگه موهای من اگه به هم ریخت ببخشید تو موقع گندی دادی موقع بعدشه، یعنی یا باید خیلی بلند باشه یا خیلی کوتاه باشه و دیگه مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. هر ایده و هر چیزی که دوست داشتین در موردش درست کنم تو قسمت کامنت بگین دیگه. همین دیگه، حمایت از ما نره، لایک ویدیوتون نره. تا ویدیو بعدی، پیس اوت.